طور که بهتون گفتم شما باید اول جنس پوستتون رو بشناسین، بعد از مواد و متریال آرایشی استفاده کنیم. ما در کل 4 مدل جنس پوست داریم: پوستای خشک، پوستای مختلف، پوستایی که خیلی چرب هستن و پوستایی که حساس هستن که من توی استوری اولین پوستی که میخوام براتون توضیحش بدم پوست چرب هستش که نشونه بارز این که بتونید تشخیص بدید پوست رو جوش‌های روی پوسته و منافذ بازیه که روی تمام قسمت‌های صورت میشدید، ولی معمولاً روی تیغه بینی و کنار پره‌های بینی ترجیحاً تا روی گونه‌ها اون منافذ باز بیشتره و تعریق زیادی که داره. یعنی شما در حالت عادی که اون پوست رو نگاه می‌کنید یه حالت براقی داره. معمولاً اگه دست بزنید روی پوست یه حالت براقی روی دستتون میفته که همون براقیت چربی پوست رو داره نشون میده. پوست بعدی که میخوام براتون توضیحش بدم پوست خشک هستش که نشونه بارز این پوست اینه که شما حالت کشیدگی و کشش روی پوست احساس میکنید. یعنی اگر از آبرسان‌ها و مواد مرطوب کننده استفاده نکنید به هیچ عنوان نمیتونید پوست رو تحمل کنید. این پوست کشش زیادی داره و شما رو اذیت میکنه. پوست بعدی پوست حساس هستش. این پوستا معمولا به همه چیز واکنش نشون میدن، مخصوصا آفتاب و بعضی از لوازم آرایشی ها. پوستای حساس رو فقط میتونی از اون حاله پروانه‌ای شکلی که روی گونه ها و روی بینیشون میفته تشخیص بدی. معمولا توی آفتاب که میرن یه قرمزی روی گونه هاشون نشون داده میشه. پوست بعدی که خیلی ازش رنج میبرن پوستای مختلفه که 2 جنس پوست و یه پوست داره، یعنی هم خشک هم چرب. قسمت تی صورت، قسمت بالای ابروها و روی بینی و ترجیحاً تا کنار پره‌های بینی چرب هست و قسمت یوی صورت خشکه که باید خیلی در خرید مواد و متریال برای این پوست دقت کرد.